سلام پدر دختری بچه ها، یه ویدیوی عالی داریم امروز خفن در حد. رفتیم ارومیه شعبه رنگین کمون، اصلا چیزای شادیم میخوایم اصلا همه‌شو براتون بگیریم و حال کنیم. الان خودم خیلی هیجان زدم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. هاوژین هم اون پشت، بیا اینجا. اینا هاوژین، بریم که داشته باشیم. سلام، قربون شما، خسته نباشید. قربون شما. اینجا این اسلایمای خوش رنگو داریم و پاپتاشون واقعا اصلا نگم، پاپتاشون رو ما خریدیم به صورت آنلاین، جنسشون خیلی خوبه. این هم از پاپت بوب اسفنجیشون واقعا خیلی محشره. وسایل ترقه بازی و شادی هم که اومده دیگه. این هم از اسلایمای خفن، واقعا خیلی هیجان انگیزه. اسلایم شفاف ستاره‌ای. من خودم واتر خیلی دوست دارم، واتر اسلایم. اینم واتر اسلایمشون، به به چه جنسی، چه کیفیت، واقعا جنسش خیلی خوبه. و عروسکاشون، عروسکای پولیشی واقعا عالیه. اینا قیمتشون چقدر کلا اسلایم اسلایم؟ اسلایم آدامسی هم هستن، آدامسی کیسونی قلیدشون هستن بیشتره، اسلایم اکریلی، اسلایم متالیک که میونه رنگ متالیک هم دارن. میونه انگار اقیانوسه رنگ متالیک. اینا میگن اسلایم متالیکی، اسلایم اکریلیمون. واقعا اصلا آدم میاد رنگین کمون حال میکنه. ببینید بچه‌ها، شفافای رنگی، بنفش، قرمز و این اسلایم، واقعا من اینو میخوام. من اینو خیلی دوست دارم. ببینید بچه ها، واقعا خیلی خوبن اینا. اسلایمای واترشون عالیه. این هم خمیرکله‌ای هست اگه آره دقیقا خمیرکله پنزلی. و این هم عروسکایی که مد شده بود، البته الان هم خیلی باحالن، حالت عوض میکنن و خیلی خوشگل و نرم. چقدر باحالن. جینگلیجات و وسایل رنگ کردنش و از اینجور چیزا. این هم اسلایم آیسبرگ، خوشگل و خوشگل. خب بچه ها، رسیدیم به این قسمت. واقعا اینجا خیلی عالیه. این لیوانه‌ای هستش که دوجه داره است، یعنی این اکلیرا که تکون میخوره خیلی باحاله. هم میتونید ازش استفاده کنید برای چیزای خوردن و خوراکی، اینا خیلی جذاب و خفنه. و دیگه اینا هم که اکسسوری و برای نشون دادنشونه. بچه اینو ببینید، من الان اینو دیدم چقدر خفن. اینم فقط چراغاش روشن میشه. اینم یه آهنگی باش پلی میشه. واقعا خیلی خفن چیزایی که دارن. اینم ماک هاشون هستش و وسایل شوخی هم اینجا دارن. اینم جاسویچی هاشون هست و ماسک خفن ترسناک. بچه یه دونه ماسک هم برداریم. این وودی داستان اسباب بازی کارتونش رو نمیدونم دیدید یا نه. چیز خفن اسباب بازی. خب کاملا خالیه. من کلیدو میذارم داخل. کلید ماشینتونه؟ آره. فقط من میخوام اینو قیبش کنم. فقط نمیدونم چجوری باید برگرده. این خیلی بده. اشکال نداره، حالا پیاده برمیگردم. من کلیدو برمیدارم. آره میذارم. گم شد. بچه من دلم نمیاد شما پیاده برگرده. این کلیدتون رو دوباره برمیگردونم. غیب شده الان. خیلی خفنه. دستتون در نکنه. بچه‌ها نظرتون رو بگید توی کامنت ها که رازش چیه و چجوریه که اینجوری غیب میشه. هر کی از اینا خریده باشه قطعا میدونه قبلش. بچه بریم که اسباب بازی ها رو ببینیم. واقعا اسباب بازی هاشون محشره و وسایل خیلی با حال درجه یکیه. اینم که گل کوچیکشونه و بریم اسباب بازی دیگر رو ببینیم. خیلی هیجان انگیزه اینجا. از اینا ما خریده بودیم به صورت آنلاین اگه یادتون باشه. بچه واقعا من عاشق پیجت هستم.
واقعا خیلی عالیان اینا، خیلی خوب و خفنه واقعا. پیجت بلال خامه‌ای به به، واقعا جنسش خیلی عالیه. من که خیلی خوشم اومد از وسایلشون. اصلا آدم حال میکنه، دوست داره صبح تا شب با این بر بره. خیلی خوبن اینا. اینجام که بادکنکه و وسایل تولد و شادی از اینجور چیزا. و وای چقدر باحاله. من یه دونه از این یونیکورنی جاستیویچی خریده بودم به صورت، آره اینجا تموم شده حتما، ولی خیلی باحاله. ببین چقدر جنسش خوبه، خامه و هیچ چیزی هم نداره، فقط اسکویشی باحاله. چقدر باحاله، خیلی یه هم از خوبه. هاوژین. بچه اینجام عروسک های یونیکورن رو داریم که واقعا جنسشون خوبه و واقعا عالیان. ببینید اصلا اینا چیزی دارن که خراب نمیشن واقعا. الان آیناس چند تایی داره، شفتایی، واقعا خیلی جنسشون خوبه و وقتی که به دنیا اومده کلا فقط اینا براش مونده. چیزای پلاستیکی رو زود بچه‌ها خراب میکنن تا جایی که من میدونم. حالا بریم برای بازی. اوه خیلی خفنه. بازی باحالیه واقعا. همه فروشنده های رنگین کمان هم دمشون گرم، خیلی بالا خفنن. یعنی هر جا میری یه خودشون هم جایی که میری و همین که خودشون هم یه پاو انرژی و یه شادی و اینان. بریم که یه چیزای دیگر هم بهتون نشون بدیم و بچه ها شما هم بگید که کدوم بیشتر از همه دوست دارید، توی کامنت ها بهمون بگید. ما که خیلی حال کردیم اومدیم اینجا. حتما یادتون نره اگه به اورمیه نزدیک هستید رنگ کمان اورمیه رو فراموش نکنید. داخل هر نقشه‌ای هم بزنید مسیرش رو براتون میاره. خب بچه ها واقعا خیلی خوش گذشت. اینجام وسایل روازن تحریرشون واقعا خیلی عالیه اینام. و این بود از رنگین کمان اورمیه. واقعا پیج اینستاگرامشون هم خیلی عالیه، همین زیر براتون میذاریم، فالو کنید و خیلی درجه یکه. خلاصه یادتون نره لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب چنلمون هم یادتون نره زنگوله کنش هم بزنید. حرفی حدیثی چیزی نداری؟ نه. دوستتون دارم. یه عالمه تا ویدیو دیگه. خدافظ. بفرمایید. دستتون درد نکنه.